من از کچلی گفتم بهم خندیدی. میدونید موضوع اینجاست که شما مسخره کردید، اما شما برید یه پولدار رو از صبح تا شب مسخرش کن. اگر پولدار شدی، اما کافیه از رو تمسخر فقط به یه کچل یه لبخند بزنی، در کمتر از 1 ماه تاس میشی کاملا. و کچل بستگی داره کجای شهر زندگی کنه. بالا شهر باشه میگن خب مدله، کچلی الان مدله. وسط شهر باشه میگن از سربازی اومده. پایین شهر باشه میگن از زندان ولش کردن. فرق میکنه شما کجا کچل باشه. بدبختی یکی دوتا نیست تو کچل. دوست کچلی دارم از من خیلی کچل‌تره، تاسه. میگم انقدر ما بدبختیم کچلا، توی یه جمعی که حدود 1000 نفر نشستن، فقط توی یه کروات مشکی با یه پیراهن سفید پوشیدی، میخوان عوضی که بگن اون کرواتی میگن اون کچله. حالا از این بدتر میگم با بغلی دستن کار دارن، یا آدم خیکیه مثلا 200-300 کیلویه، عوض میگن اون چوپله میگن اون که بغل کچله نشسته.